هم ولی یک چیز رو باید گویم که قرآن انسیکلوپدی نیست که ما از وی معلومات علمی را جستجو کنیم. قرآن این یک قاعده ها، مجموعه راهنمایی های برای زندگی انسان ها است، یعنی بله مردم مسلمان. ولی جنبه جهان بینی قرآن کمتر است نسبت به جنبه اخلاقی و گریم اداره زندگی. و مقصد علم یا اینکه امکانیت های علم هنوز جواب داده نمیتواند که مثلا خدا هست یا نیست. برای همین هم در این قرآن کتاب خدا هست، فرستاده شده به پیغمبر بزرگوارش است. و ما هو بقول شاعر، او یگان سخن شاعر نیست، او شعر شاعرانه نیست. قرآن مانند تو باری کافرها را 1400 سال پیش دربارش گفته بود و این منکم مکذبین. من میدانم خدا گفت بعضی از بندگان من این کتاب آسمانی من دروغ میدانند. این قرآن مایه حسرت است برای تو ای سگی لعین. این قرآن سبب دوزخ در آمدن توست. این قرآن سبب شکستن قامت توست انشاءالله در این دنیا. اسلام دین خداست، قرآن کتاب خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. خدا میگه قسم به این آسمانی بارنده باران، قسم به این زمینی برارنده گیاهان که این قرآن کتاب خداست. این کتاب فرق کننده بین حق و باطل است.